خب بیبار آشان بیبار کنار باید اب نداره بیبار داخل نه داخل کنار باید بردن نمیخواد برو بگه داخل را بدین کسی دیگه بیاد بفرمونید آشان رو بخواه بری داخل دوباره بیبار داخل بخواه بری بیبار داخل یا الله از خانم جان آیا ما بد میکنیم؟ آقایان مسئولین عملکرد ما بد است. شما که دفاع از دین میکنید ما دین را ترویج میکنیم یا میکوبانیم؟ آیا بد است کسانی که به لحظه آخر رسیدن میخوان بیان تو خیابون داد بزنن من اونها رو با ذکر آرام میکنم کار بدیه؟ من باید سیری بخورم یا باید زیر بار مرا بگیری؟ این توطئه ها یعنی چه؟ هر روز یک توطئه، یک فشار، یک اذیت. والله دیگر خداوند حاضر به این اذیت ما نخواهد بود. ما هر روز در اونجا نشستیم 500,000 تومان پول میدهیم، یعنی کارهای اورژانسی ابتدایی میکنیم. خانم آمده است کرایه منزل ندارد، برای 20,000 تومان میخواهد به صاحب خانه‌اش اشاعه گناه دهد، اینو زیر بارشون میگیریم. برای 10,000 تومان بچه میخواهد ترک تحصیل کند، زیر بالشون میگیریم. همین کارها اونقدر جمعیت ما گرفتارها زیاد است میشود روزی 500,000 تومان. این حرکت ماست. خدا شاهد است در این سالهای گذشته این دو کف دست راست و چپ من صدها میلیون تومان رو جابجا کرده. ما اینجوری عمل کردیم، ما صاف بودیم، ما صادق بودیم. به خدا من در هر کشوری که بروم این پرچم رو بلند کنم هزاران شیعه گرد من جمع می شود. ما مردم رو امر به آسایش و امنیت و آرامش می کنیم، نباید با ما چنین کنیم.
کن، این دنیای منه، یک آب. اینها میخواهند صدای جمعیت 200,000 نفری که برای اجدادم جمع کردن و بلند کردن خاموش کنند. فقط همین، به همه بگویید. اینا به عشق مولاشون ابی عبدالله مجروح شدن، اینا به عشق دینشون اینجا خوابیدن. ای مردم، ای بشر، ببین اینا به خاطر مولاشون مهدی اینجا. نگاه کنید چی داره این خونه، با دست خالی دفاع کردن، با دست خالی. خوب ببینید مردم، اینا به خاطر مولاشون اینجا تو این خیمه جمع شدن، مجروح، همه آماده شهادت. بوی خون در کوچه هایت همی، یاد یار مهربان آید همی. سفره های خالی از نان و نمک، ندای خالص و نامک. امتی از نسل سفیانی به پا، پس چرا ورنی شدی ای محلقا. بی تو شمشیر بر خلایق میکشند، تیغ بر روی حقایق میکشند. کنارم تنگ شد، بر سر میز صدارت جنگ شد. تا تو بودی باغ عزت باز بود، انتهای نام تو آغاز بود. بی تو وسعت در کنارم تنگ شد، بر سر میز صدارت جنگ شد. چون گدا بر درگه هر خط شدیم، نوکران هر کس و ناکس شدیم. بوی خون در کوچه ها آید همی، یاد یار مهربان آید همی. سفره های خالی از نان و نمک، ندای خالص و نامک. امتی از نسل سفیانی به پا، پس چرا بر نی شدی ای مخلقا. بی تو شمشیر بر خلایق میکشند، تیغ
بر روی حقایق میکشند